ببین کجا وایسادم. تو دل ماراش. یه شهری که انگار از دل یه فیلم آخر زمانی پا شده اومده بیرون. باورت میشه یه زمانی اینجا جزو لوکس ترین جاهای کل قبرس بوده؟ حتی میگن تو کل مدیترانه جزو خاص‌ترینا بوده. خیابونا پر از بوتیک‌های گرون، هتل‌های 5 ستاره، کافه‌هایی که سلبریتی‌ها توشون پاتوق داشتن. مثلا الیزابت تیلور، ریچارد برتون، بریژیت باردو، اینا همه اینجا بودن یه روزی. ولی حالا سکوت مطلق. یه جور حس خاصی داره، یه ترکیبی از ترس و کنجکاوی و هیجان. همینجوری که بین کوچه‌ها قدم میزنم، ویترین مغازه‌ها هنوز پر از لباسای دهه 70. ماشینا همینجوری پارکن، انگار طرف رفته یه چیزی بخره و دیگه برنگشته. هتل‌ها تابلوهاشون هنوز هست، ولی از مسافر خبری نیست. یه جورایی حس میکنی زمان اینجا وایساده و فریز شده. بعد از جنگ 1974 همه ساکنین در یک لحظه اینجا رو ترک کردن. اینو میتونی با یه سرک کشیدن از پنجره‌های خونه، از بشقاب غذاهای روی میز یا قابلمه روی اجاق خونه ها که در یک آن رها شده بفهمی. شهر برای دهه‌ها بسته شده. اما بالاخره توی سال 2020 یه بخشی از ماراش رو برای بازدید عموم باز کردن. الان هر روز کلی توریست میاد تا با چشم خودشون ببینن که زمان چجوری اینجا متوقف شده. واقعا انگار توی ماشین زمان نشستی و برگشتی به گذشته. درخت‌ها از دل ساختمونا بیرون زدن. پیچک‌ها کل دیوارای ترک خورده رو پوشوندن. انگار طبیعت کم کم داره شهر رو مال خودش میکنه. ماراش یه جای معمولی نیست. یه تجربه خاصه. یه شهری که یه زمانی پر از زرق و برق بوده. حالا یه ترکیب عجیبی از گذشته و حال. یه جایی که فقط باید خودت بیای و ببینی. چون هیچ عکس و ویدیویی نمیتونه حس واقعی اینجا رو بهت بده. شما رو نمیدونم، ولی من حتما دوباره میام اینجا. چون توی روز فرصت نکردم همشو بگردم.